در حدیث دیگر از حدیث در صحیح بخاری هست، حدیث ام سلمه رضی الله عنها که میگویند بار پیامبر صلی الله علیه و سلم نصفه شب دهشت زده بیدار شدند و گفتند سبحان الله، چقدر از خزینه ها را در این شب پروردگار نازل کرد، چقدر از ثروت و بایگری به زمین نازل شد، برابر این چقدر فتنه ها نازل شد. چه کسی هست که بیدار کند اهل این حجره ها را، یعنی همسرانشان را، تا که نماز بخوانند؟ یعنی وقتی که فتنه ها شما را احاطه میکنن نماز بخوانید، علل خصوص نماز نصفه شب که پیامبر امر کردن که کی زنها را بیدار میکند که آنها نماز شب بخوانند. در دوامش گفتن رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخره، چقدر زنهای پوشیده و پیچیده هستند در دنیا که آنها در روز قیامت برهنه هستند. یعنی زنهایی هستند که در دنیا پوشیده بودند، با لباسهای خود را پنهان میکردند، اما عملهای بدی آنها، گناههای آنها روز قیامت آنها را برهنه میسازد، بی لباس میسازد. آن پوشیدگی آنها هیچ فایده به آنها نمیدهد. یعنی وقتی که تو در سطر داری و به گناههای دیگر دست میزنی، هزار پوشیده باشی هم در روز قیامت تو کشاده هستی، تو برهنه هستی و تو با آن لباست اصلا نجات نمیشوی. حدیث دیگر هست، حدیث در صحیح مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند صنفان من اهل النار لم ارهم، یا که لم ارهما، دو گروه از اهل دوزخ هستند که من هنوز آنها را ندیدم، یعنی این گونه انسان ها در زمان من نیستند. و یکم گروه را میگویند انسان هایی که، یا علل خصوص مرد هایی که در دست چوب دست ها دارند، مثل دومی گاو دراز است، قوی هست که با آن مردم را میزنند. دویم گروه زنهایی که کاسیاتون آریات، آنها هم پوشیده هستند اما در اصل برهنه هستند، از تنگی لباسشان، از شفافی و تنوکی لباسشان، از خیلی زیب و زینتداری لباس های سطریشان، مائلاتون ممیلات، با آن لباس ها جلب کردن توجه مردها هست، در قلبشان هم آنها مائل به گناه هستند، میل به گناه دارند، میل به نگاه مردها دارند. رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، بالای سرهای آنها هم مثل پشت شتر است که بلند کرده هند تا که مویهای خود را زیاد نشان دهند. امروز میبینید برای زیاد نشان دادن ابروی خود، برای کلان نشان دادن جسم خود چی کارها را زنها نمیکنند. لا يدخلن الجنه ولا یجدن ریحها، پیامبر میگن اینها داخل جنت نمیشوند و حتی بوی جنت را نمیبینند، و اگر ببینند هم بوی جنت از دور مسافه دور به آنها میرسد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوص همین زنهایی که پوشیده هستند، سطر دارند، در اصل برهنه هستند، در حدیث ذکر کردند.